سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از مرجع کسی جور صحت سلامت باشین و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از هنرمند دوست داشتنی نادیا جان. آهنگ بسیار قدیمی است و بسیار زیاد زیبا است، یعنی یکی از آهنگایی است که میتونیم بگوییم تاریخ موسیقی افغانستان واقعا وابسته به می آهنگا است. متاسفانه در قسمت از اینکه شعر است کی است و کمپوز است کی است من هیچ معلوماتی ندارم. شما اگر میفهمین لطفاً ما را در جریان بگذارین. البته در قسمت فهمیدن شعرشم که امی هنرمند ما میخوانن نادیا جان، من نمیفهم که چی میگن، بسیار قسمت ها رو نمیفهم. تشکری میکنم از دوستای ما که ما ویدیو را به هرمینه نواختم و در تیک تاک گذاشتم. از دوستا پرسان کردم که امی شعر زمیره بر ما پست کنن که مثل موارد دیگه ها همچنان مشکل داشتن با قسمت فهمیدن شعرش و یک قسمت یک انتری آخرش یک دوست ما بر ما پست کرده که خدا کنه که ما صحیح بتونم که تلفظش کنم. لسان پشتوره آهنگ بسیار زیبا است. این آهنگ زیبا را ما میخوایم که از سی بخوانم. این آهنگ زیبا در Natural Minor Scale یا امو تات آساوری، آهنگ مربوط تات آساوری است. اگر ما سی بخوانیم امی سکیل ما چه رقم شکل داره؟ ایره مکتب آرو افرو میکنیم سکیل یا ascending descending. ساری کما پادانی سانی دپا مگری ساری کما پادانی سانی دپا مگری یعنی که از این نمی نوت ها ای آهنگ تهیه شده. انترو و انترلود آهنگ یک رقم است. انتروی آهنگ از پس شروع میشه دوستای عزیز. اینمی انترویش هم است و انترلودش هم است. حالا را یک انگشت کار میکنم. آهنگ دوباره سی ماینور کورد استارت میشه. آهنگ دوباره سر سی ماینور کورد استارت میشه و از این اینجا آهنگ شروع میشه. آهنگ از سه شروع میشه دوستای عزیز. آستایی آهنگ از سه شروع میشه دوستای عزیز. زما دلدار زما دلدار زما دلدار آغی. اینمی آستایش است. تمامش تقریبا فقط قسمت آخرش که متفاوت است، یک اندولن استفاده شده، اما ما کلش نمیخوانم برای اینکه شما کانفیوز نشین، مشکل برتان نشه. امین ملیدوری که بفهمین دیگه آستایی رو شما فهمیدین. زما دلدار سگاری سا زما دلدار زما دلدار زما دلدار آغی. که باز دیگهش یک رقم است که میگه چاپ سنگار آغی زما دلدار آغی. اینجا یک اندولن است. اینمی آستایش از دوستای عزیز. اگرم روی پنج انگشت ما استفاده کنیم چی رقم کار میکنیم؟ زما دلدار زما دلدار زما دلدار آغی. این آستایش از دوستای عزیز. انترلودش آخو شما پیشتر دیدین که نواختم که عین انترویش هسته و بعد از انترو آهنگ دوباره سر سی ماینور کورد استارت میشه
و از این منجا انتر آهنگ شروع میشه. خب من اول شعر بر شما میخوانم برای که شاید شما هم مثل من مشکل داشته باشین. پتورپیکی می سر گلان و هلی، یوسو می خپله یوسو جانان و هلی، بل می پغارکی امیل دو گلو، پکی گلونه د بیابان و هلی. این می رقم شعرش است. خدا کنه که من صحیح خونده باشم. از گشو می شنتره. پتورپیکی می سر گلان و هلی، پتورپیکی می سر گلان و هلی. این امیری که یاد گرفتین دیگه کلی انتریش هسته. تکرار شده. شما امیر فقط یاد بگیرین. شما ببینید که من میخوانم کلش عین چیز است، ولی شما هم یکی که یاد گرفتین دیگه کلش یاد گرفتین در حقیقت. پتورپیکی می سر گلان و هلی، یوسو می خپله یوسو جانان و هلی، بل می پغارکی امید گلو، پکی گلو نده بیابان و هلی. زما دل دار زما دل دار زما دل دار چاپ سنگار مبارکی راغی. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم ما ایره در گده تمرین میکنیم.